پدرام، مردی 35 ساله، به تازگی از بیمارستان روانی مرخص شده بود. او به خاطر شنیدن صداهای مکرر در ذهنش تحت درمان بود، اما پزشکان گفته بودند که حالش بهتر شده و میتواند زندگی عادی را دوباره تجربه کند. تنها شرطشان مصرف منظم دارو. پدرام به خانه قدیمی پدریش برگشت، خانه‌ای ساکت با تنها یک وسیله موروثی، ساعت دیواری بزرگ و چوبی که همیشه با صدای تیک تاک بلند کار می‌کرد. همه چیز آرام بود تا شب سوم. پدرام گفت صدایی از ساعت می‌آید، صدای غیر از تیک تاک، صدایی شبیه زمزمه‌ای که هر شب بلندتر می‌شود. تو باعث مرگش شدی. او شروع به کندن دیوار پشت ساعت کرد. می گفت کسی آنجا دفن شده. همسایه ها دیدند که چطور شبها با دیوانگی به ساعت خیره می شود. پلیس را خبر کردند. وقتی مأموران آمدند با پدرامی مواجه شدند که خونالود در اتاق نشسته بود و می گفت حالا دیگه ساکته، دیگه نمیگه من مقصرم. در پشت ساعت جسد قدیمی یک زن پیدا شد. جسدی که معلوم شد مادر پدرام بوده و مرگش سالها قبل به عنوان ناپدید شدن ثبت شده بود. پدرام دیوانه بود یا صدای ساعت واقعاً او را به حقیقت رساند؟